در سال 1315 شمسی در روستای دورافتاده به نام انزا در منطقه سرباز بلوچستان در خانه ملا احمد کودکی چشم به جهان گشود. در 7 سالگی در مسجد انزا نزد عمویش که به تازگی از دیوبند هند بازگشته بود به فراگیری روحانی قرآن پرداخت. در سال 1327 به قصد تحصیل علوم دینی رهسپار کراچی پاکستان شد. او 1 سال را در مدرسه احرارالاسلام گذراند. سال دوم به مدرسه پرآوازه آن دیار یعنی مظهرالعلوم کده رفت. این نوجوان بلوچ ایرانی مورد توجه اساتید مدرسه مظهرالعلوم قرار گرفت و در مدت اقامت و تحصیل در پاکستان علوم مختلف اسلامی از جمله تفسیر، حدیث، فقه، بلاغت، اصول، منطق و دیگر علوم را نزد علمای متبحر و معروف پاکستان آموخت. کم کم آوازش مجامع عمومی و محافل دینی پاکستان را فرا گرفت و نام او بر سر زبانها افتاد. در سال 1332 سرانجام فارغ التحصیل شد و با کوله‌باری از اندوخته‌های علمی و تجربیات و خاطرات شیرین به دامان پرمهر وطن بازگشت. ایشان با جدیت تمام در منطقه سرباز کار تبلیغ دین را آغاز می کند و هر جا می رود با حرارت و سوز درون آتشی در دل خفتگان و غافلان برپا می کند و با سخنان شورانگیز و مخلصانه مردم را با حقیقت آیین یکتاپرستی آشنا می سازد. ایشان کسی نیست جز حضرت مولانا محمد عمر سربازی. حضرت مولانا در سال 1339 با کمک مولانا تاج محمد نسکندی کتاب‌های مدرسه دینی عزیزیه دپیکور را که به علت رفتن مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه به زاهدان به حالت تعطیل در آمده بود به انزا منتقل کرده و در انزا مدرسه دینی تأسیس نمودند و مدتی در آن به تدریس اشتغال می‌ورزد تا اینکه در یکی از سفرهای تبلیغی گذرش به منطقه کوون می‌افتد، منطقه‌ای که اغلب ساکنان آن معتقد به مذهب انحرافی ذکری بودند. ذکری‌ها به جای نماز ذکر می‌کردند و اعتقادی به نماز، روزه، حج و دیگر احکام اسلامی نداشتند. بارها برای دعوت نزد آنها می‌رود و آنها را به سوی دین حقیقی دعوت می‌نماید و در این راه بی‌نهایت جانفشانی از خود نشان می‌دهد. خود ایشان در این باره می‌گویند آنچنان مبارزه نمودم که تهدید به مرگ شدم. حتی شخص مجاهدی مانند مولانا عبدالله رحمت الله علیه پدر بزرگوار مولانا عبدالعزیز بنده را نصیحت می‌کرد که زیاد دنبال ذکری‌ها نرو، خطرناک است. شاید آنها شما را در دره‌ای بکشند و ما اصلا با خبر نشویم. در سال 1340 پس از اصرار مکرر اهل کوون در میان کوههای این منطقه در روستای پادیک اساس مدرسه‌ای را گذاشت که بعدها در ردیف معروفترین مدارس دینی ایران قرار گرفت. جایی که از امکانات اولیه همچون آب، برق، جاده خبری نبود. شیخ با پای پیاده مسیر 20 کیلومتری انزا تا پادیک را پیاده رفت و آمد می‌کرد. مدرسه منبع العلوم کوون تا کنون هزاران فارغ التحصیل به جامعه تقدیم نموده و فرزندان این منبع علمی در داخل و خارج کشور به خدمت دین خدا و ارشاد بندگان او مشغولند. حضرت مولانا محمد عمر سربازی با استعداد خدادادی و همت والایش شب و روز خود را برای اصلاح جامعه و مبارزه با شرک و خرافات وقف نمود و علاوه بر آن ایشان دارای تألیفات متعددی می باشد که عدد آن بیش از 100 جلد می رسد که از جمله آن تألیفات می توان به تفسیر تبیین الفرقان که تاکنون 19 جلد از آن چاپ شده، فتاوای منبع العلوم کوون که در 13 جلد چاپ گردیده، احسان الباری شرح صحیح بخاری و دیگر تألیفات ایشان همچون کتاب شعر دیوان عمر اشاره کرد. حضرت مولانا به همگان ثابت کرد که می توان در میان سیل‌های خروشان مادیت کشتی نجات ذکر، اصلاح و